عزیزای بیننده، هیچ وقت انسان از روی لباس شخصیت دیگران را قضاوت نکنیم که چگونه شخصیت است. متاسفانه در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم، کسی که لباس‌های کار به تن داره و یا لباسش کم کهنه‌تر است، او را ما بسیار فقیر می‌دانیم، در حالی که او بسیار غنی است، از نگاه علمیت غنی است و کسایی هستند که در درو خیلی پر هستند، علمیت بسیار خوب داره. مانند شخصیتی که من پیششان میرم قلم رسایی میکنن، شعر نوشته کردن. پیش از اینکه من برنامه خود شروع بکنم آمدم از این ساختار پل برنامه بگیرم. قصد کردن که من شاعر هستم، نویسندگی میکنم، قلم رسایی میکنم و یک دو شعر برای ما خواند که آنقدر زیبا بود که انسان وصل میکرد با پروردگار عالم. او شخصیت این بزرگوار است. سلام. علیکم السلام. خوب هستین؟ صد شما خوب است. باش که این مایک کام برات این استقامت وصل بکنم که امو شعرهایی که دکلمه میکنی شفافیتش بیشتر باشه. خوب هستین؟ خیر و سلامت.